تا میتونی سیر بخور، اما اینطوری که من میگم بخور. اگه این ترکیب رو هر روز استفاده کنی دیگه به بیمارستان نخواهی رفت. دکتران نمیخوان شما بدانید. ابتدا به 2 عدد لیمو نیاز داریم. آنها رو به قطعات کوچک برش دهید. سپس 4 حبه سیر را بردارید و مانند آنچه در آموزش نشان داده شده خرد کنید. بعد یک قاشق چایخوری زردچوبه و فلفل سیاه اضافه کنید. سپس در یک قابلمه نصف لیتر آب را همراه تمام موالی که آماده کرده ایم بریزید. بر روی حرارت زیاد بگذارید. این نوشیدنی آنقدر مؤثر است که تنها 1 فنجان از آن کلیه ها را پاکسازی می کند. سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند، کبد را سمزدایی می کند، تمام مشکلات گوارشی را از بین می برد و التهاب کلی بدن را کاهش می دهد. این ویدیو سیو کن چون شاید آخرین باری باشه که منو توی اکسپلور می بینی و بفرست برای عزیزانت. توی پیجم کلی آموزش‌های پزشکی گذاشتم که حتما کمکت میکنه. پس پیجو فالو کن و برام یه قلب بفرست تا انرژی بگیرم.